سنت های وضو. اول نیت کردن، دوم در شروع بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، سوم شستن هر دو دست تا مچها یعنی بندهای دست، چهارم مسواک زدن، پنجم مزمزه کردن یعنی شستن دهن، ششم استنشاق کردن یعنی شستن بینی، هفتم در شستن دهن و بینی مبالغه کردن در صورتی که روزدار نباشد، هشتم شستن هر عضو 3 بار، نهم 1 بار مسح نمودن تمام سر، دهم مسح نمودن بیرون و درون گوش ها، 11 خلال نمودن ریش، 12 خلال نمودن انگشتان، 13 اعضا را در هنگام شستن خوب بمالد و بفشارد، 14 شستن عضو دوم قبل از آن که عضو اولی خشک شود، 15 در هنگام شستن اعضا ترتیب را مراعات کردن، 16 شستن دست راست قبل از دست چپ و همینطور شستن پای راست قبل از پای چپ، 17 این که مسح را از جلو سر آغاز نماید، 18 مسح نمودن گردن.